سلام، به ویدیو جدید ما خوش اومدین. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. این سگه همه جا همراه ماه. یه چند روزی وارد کشور یونان شدیم. فوق‌العاده زیبا و دیدنیه، ولی با این تفاوت که از اون هیاهو و جنب و جوش تابستون خبری نیست و بیشتر هتل‌ها و رستوران‌ها خب تعطیل هستن و بیشتر آدم اینجا مسافرای کمپری رو می‌بینه که از شمال اروپا اومدن به اینجا تا هوای سرد رو این که توی شمال اروپا هست اینجا با هوای معتدل عوض کنن. و الان ما آماده هستیم، میخوایم حرکت کنیم بریم به سمت قسمت داخلی کشور یونان. تا الان از قسمت سواحل اومدیم به سمت پایین و اونجا دوتا جاذبه دیدنی داره، میخوایم بریم اونجا رو ببینیم و جاهای دیدنی دیگر رو توی این هفته با هم دیگه میبینیم. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. بزن بریم. رسیدیم به کوکینوپیلوس. انگار وارد سرزمینی شدیم که با رنگ قرمز شدیدش فکر میکنی که واقعی نیست. این رنگ ها حاصل رسوبات آهنداری هستند که در گذشته های دور ته‌نشین شدن و طی هزاران سال باد و بارون اونها رو شکل دادن و این شیارها و تپه های دیدنی رو به وجود آوردن. وقتی توی این لایه های نرم و سرخ رنگ زمین قدم میزنی، حس میکنی که چطور طبیعت و زمان با هم یه اثر هنری خلق کردن. جایی که هم تو رو به شگفتی وامی داره و هم بخشی از تاریخ زمینشناسی یونان رو برات ملموس میکنه. کمی دورتر رسیدیم به پل آبرسان رومی در شهر باستانی نیکوپولیس، شاهکاری از مهندسی دوران باستان. این سازه عظیم روزگاری آب رو از کیلومترها دورتر به شهر میرسوند و هنوز هم بخشی از اون قوس‌های سنگی محکم در دل طبیعت باقی موندن. یادگاری ساکت از گذشته روم که نشون میده این تمدن چقدر جلوتر از زمان خودش بوده. صبحتون بخیر. ما دیروز یه چیزی حدود 200 کیلومتر رانندگی کردیم. معمولا انقدر مسافتی که رانندگی میکنیم زیاد نیست تا برسیم به اینجا، چون اونجایی که بودیم برای چند روز آینده بارندگی شدیدی رو پیش بینی کرده بودن. دیگه ما گفتیم بیایم به سمت جنوب. رسیدیم اینجا، هوا عالیه. دیشب برای شب ما یه چیز حدود 16 درجه بود هوا که خیلی یعنی برای خوابیدن یه مقدار گرم بود. دیگه خلاصه امروز صبح بلند شدیم، قراره بریم اینجا یه شهر کوچیکیه، بریم توی شهر یه دوری بزنیم ببینیم چی برای دیدن داره، برمیگردیم و بعد به مسیرمون دوباره ادامه میدیم. مسولونگی شهری آرومه که توسط تالاب‌های اطرافش محاصره شده. یه شهر با طبیعتی زیبا، اما این سکوت گذشته پرماجرا رو در خودش پنهان کرده. در دوران جنگ استقلال یونان اینجا یکی از نمادهای مقاومت در برابر امپراتوری عثمانی بود و البته شهری که لورد بایرون شاعر معروف انگلیسی آخرین روزهای عمرش رو اینجا گذروند. اون برای حمایت از مردم یونان به مسولونگی اومد، اما قبل از اینکه بتونه وارد نبرد بشه دچار تب شدید شد و از دنیا رفت.
مرگش یونانی ها رو عمیقاً تحت تاثیر قرار داد و باعث شد نامش برای همیشه در تاریخ این سرزمین بمونه. امروز مثولونگی با فضای آروم، طبیعت خاص و ردی از گذشته قهرمانانه شهریه که ارزش دیدن داره. صبحتون بخیر. ما بیدار شدیم، برای صبحانه میخوایم امروز کایزرشماند درست کنیم. یه صبحانه یا دسر اتریشی خیلی خوشمزه است. قبلا یه بار درست کردیم، خیلی دوست داشتیم و الان از دوستان پرسیدیم ببینیم اگر اونام صبحانه نخوردن که درست کنیم با هم بخوریم. اینجوری مزهش بهتره وقتی آدم با هم دیگه میخوره. They say that you only get one try. You're one heartbeat away from no more time. And you're lucky if you live before you die. Some days it's a shame to be so cool. Scream back, you don't wanna be no one's fool. Scorn reason is the reasonable thing to do. Cause how you ever gonna fly if you're scared of the sky? You'll never get to the stars if you're afraid of the moon. نمیدونم این کامیون چی تو باکش ریخته بود که اینقدر دود سیاه ازش بلند میشد. انگار کل موتور داشت آتیش میگرفت. وقتتون بخیر. توی مسیرمون امروز میرسیم به شهر پاتراس. برای رسیدن به این شهر یا میشه از روی این پل خیلی زیبا پشت سر ما رد شد و یا میشه از کشتی استفاده کرد که ما کشتی رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه هم دید خیلی خوبی نسبت به پل داریم و هم قیمتش ارزون تره، ولی خب یه مقداری زمانش طولانی تره برای رسیدن به شهر. هیچ ایرادی نداره، چیزی که ما خیلی زیاد داریم زمان.
بازم دم غروب رسیدیم به جای پارکمون برای شب، چیزی که معمولاً سعی می‌کنیم ازش جلوگیری کنیم، چون تو تاریکی دید محدود میشه و ممکنه موانعی رو نبینیم. با اینکه اینجا پر از مگس و پشه بود، واقعاً بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنین، اما باید بگم یکی از جاهای خوبی بود که تا حالا پارک کردیم. صبح هم دوستامون ما رو به حیاط خونه‌شون دعوت کردن برای صبحونه و چون اونجا باد میومد خوشبختانه از مگس و پشه زیاد خبری نبود. اینجا تنها جایی بود که وضع اینترنت کمی بهتر بود و ماتیاس داشت به هر سختی بود ویدیوی یوتیوب رو دانلود میکرد و باز هم پشه هایی که امونمون رو بریده بودن. صبحتون بخیر. ما الان میریم به شهر اولمپیا. همونطور که ماتیاس گفت آماده شدیم، میخوایم بریم به شهر اولمپیا، یکی از شهرهای قدیمی کشور یونانه که بیشتر از 2800 سال پیش برای اولین بار بازی‌های المپیک توی این کشور انجام شد. با همدیگه میریم میبینیم. از اونجایی که جای پارک برای کمپرها توی این شهر خیلی سخته و جریمه‌های سنگین داره، ماتیاس رفت اداره پلیس بپرسه که کجا باید پارک بکنیم. گویا پارک کردن روزانه برای بازدید از موزه و قسمت تاریخی شهر هیچ ایرادی نداره، ولی کمپ شبانه تا 300 یورو جریمه داره. برای دیدن این موزه و یا این جای تاریخی باید بلیط میگرفتیم. نفر 20 یورو، ارزون نبود ولی فکر کنم ارزششو داره. میخوام شما رو ببرم به هزاران سال پیش، به دل یکی از تاریخی ترین و الهام بخش ترین مکانهای یونان باستان، جایی که زادگاه بازی‌های المپیکه. اینجا در حدود 3000 سال پیش به عنوان محلی مقدس برای پرستش زئوس، پدر خدایان، پایه‌گذاری شد. کم کم این مکان به مرکز بزرگ ورزشی و فرهنگی تبدیل شد، جایی که هر 4 سال هزاران نفر از سراسر یونان باستان جمع می شدن تا در بزرگترین رویداد ورزشی جهان باستان شرکت کنند، بازی‌های المپیک.
این رقابت‌ها از سال 776 پیش از میلاد به مدت بیش از 1100 سال برگزار می‌شدند و زمان برگزاری اون هم همیشه در تابستون بود. این بازی‌ها در ابتدا فقط یک روز طول می‌کشیدند، اما با اضافه شدن رشته‌های جدید ورزشی به یک جشن 5 روزه تبدیل شد. یکی از مهمترین اصول بازی‌های المپیک باستان صلح مقدس بود، قانونی که در زمان برگزاری مسابقات هر گونه جنگ و درگیری رو ممنوع می‌کرد. این صلح از مدتی قبل از شروع بازی‌ها آغاز می‌شد و تا کمی بعد از پایانش ادامه داشت تا همه بتونن با امنیت کامل خودشون رو به المپیا برسونن. جالب اینجاست که حتی در زمانهایی که یونان باستان درگیر جنگ‌های داخلی بود، این قانون همیشه رعایت می‌شد و هیچ وقت بازی‌ها به خاطر جنگ لغو نشدند. هر سال فرستاده‌هایی به سراسر یونان می‌رفتند و خبر صلح و تاریخ دقیق مسابقات رو اعلام می‌کردند. جالبه بدونین که شرکت در المپیک فقط مخصوص یونانی‌های آزاد بود، نه خارجی، نه برده و نه زن. در اون دوران فقط مردان اجازه شرکت در مسابقات و یا تماشای بازی‌ها رو داشتند. زنان نه تنها اجازه شرکت در بازی‌ها رو نداشتند، بلکه حتی ورودشون با استادیوم به شدت ممنوع بود و مجازات تخطی از اون پرت شدن از کوه تایپایون و مرگ بود. فقط یک بار در این مورد استثناء قائل شدند. زنی از دل یک خانواده ورزشکار به صورت مردونه لباس پوشید و مخفیانه وارد استادیوم شد تا مسابقه پسرش رو از نزدیک ببینه. ولی لو رفت. اما داورها به خاطر احترام به سابقه درخشان خانوادگیش در مسابقات المپیک اون رو بخشیدن. اینجا معبد زئوسه، جایی که پدر خدایان پرستیده میشد و روزگاری مجسمه‌ای با شکوه از او داخلش قرار داشت که از طلا و عاج ساخته شده بود و به عنوان یکی از 7 شگفتی دنیای باستان شناخته میشد. جالبتر این که هنوز هم هر بار که قرار باشه بازی‌های المپیک مدرن برگزار بشه، مراسم روشن کردن مشعل المپیک درست از همینجا آغاز میشه. اینجا قدیمی ترین استادیوم دنیاست، جایی که حدود 3000 سال پیش اولین بازی‌های المپیک برگزار شد. قدم زدن توی این محوطه انگار قدم زدن توی قلب تاریخه. جایی که ورزشکارا توی همین مسیر خاکی می‌دویدن. تماشاگران هم روی شیب‌های طبیعی اطراف استادیوم جمع می‌شدن، بدون صندلی ولی پر از هیجان. میگن حدود 45000 نفر اینجا جمع می‌شدن تا شاهد رقابت باشن. رقابتی که اسم برنده‌هاش تا همیشه ثبت می‌شد. جالبه بدونین در دوران باستان افتخار و شهرت پیروزی در المپیا بالاترین جایزه‌ای بود که یک انسان فانی میتونست به دست بیاره. قهرمانان المپیک باستان وقتی به شهر خودشون برمیگشتن، همانند یک فرمانده پیروز مورد استقبال قرار میگرفتن. با عرابه 4 اسبه وارد شهر میشدن و افتخارات زیادی نصیبشون میشد. تأمین زندگی تا آخر عمر، معافیت از مالیات، جایگاه افتخاری در تئاتر و عضویت در هیئت‌های مذهبی و جشن‌های رسمی شهر. ما الان برگشتیم خونه، یه مقدار استراحت بکنیم، ناهارمون رو بخوریم. یه مقدار طول کشید کارمون امروز. تقریبا حدود 2 ساعت ما گشتیم و یه موزه‌ای هم داشت اونجا رو هم دیدیم. یه موزه دیگه مونده که با این بلیتی که تهیه کردیم میتونیم بریم موزه رو هم ببینیم. ولی گفتیم الان بیایم ناهارمون رو بخوریم و بعد بریم اون یکی موزه رو ببینیم. برای امروز دلمه پاپریکا درست میکنیم. اولین باره دارم درست میکنم، امیدوارم خوشمزه بشه. با دیگه محتویات دلمه دیگه، برنج و عدس و یا چی بهش میگن، عدس و آره یه مقدار چیزایی که داریم داخلش پر میکنیم و امیدوارم که خوشمزه بشه.
اما سرنوشت المپیا مثل خیلی از مکانهای تاریخی تلخ بود. در قرن 4 میلادی برگزاری آیین‌ها ممنوع شد، بخشی از مجموعه تخریب شد و در نهایت زلزله‌های قرن 6 میلادی این مکان افسانه‌ای رو زیر خاک فرو برد. امروز که بین ستون‌های فرو ریخته قدم می‌زنیم، انگار هنوز میشه طنین نفس‌های ورزشکارانی رو شنید که با تمام وجود برای افتخار و جاودانگی می‌دویدن. تپش‌های زنده تاریخ که خاموش نشدن.